دیروز برادر ما در رابطه به اسقاط میت سوال داشت و ما گفتم که انشاءالله امروز راجعش بحث خواهد داشتیم. در رابطه به چند نقطه جدی باید ما شما متوجه شویم و او را در نظر خود بگیریم. اول موضوع خیست که هر انسان من حیث انسان بغیر از پیغمبران خدا علیهم السلام امکان نداره که از پیش اشتباه نشود، غلطی نشود، گناه نشود. عصمت تنها از انبیا علیهم السلام است. ما سوای انبیا هر کسی که است از پیشش گناه صورت میگیرد. حالی یک کسی که گناه کرد چگونه می شود که مورد عفو خداوند متعال قرار بگیرد؟ طبیعی است که او انسان باید تائب باشد و برگردد به سوی خداوند متعال، هم از نظر قلبی خود و روانی خود و هم از نظر عملی. این برگشت به سوی خداوند متعال بار دوم به طاعت می شود که طاعتش خودش استغفار و ترک گناه است و گاهی هم یک عمل که ما مکلفیت داشتیم به اجرای از او را نکردیم، او را پس باید تلافی بکنیم، یعنی مثلش باید بیاریم. پس کسی روزه خورده، توبهش از روزه چی است؟ که هم کفارش بده و هم یک روز روزه خدا بگیرد، بعد خداوند متعال میبخشش. و کسی روزه میخورد و بگه خدای مرا ببخش، این نمی شود تا که امو شی را اتیان به مثل نکنی. یک نفر نماز نمیخونه، قضا میشه از پیشش، بعد توبه میکنه که خدای بد کردم، اشتباه کردم و من دیگه نماز میخوانم. خب خوب است نماز بخوان، ولی وقتی که میخوای نماز بخوانی پس تو باید قضای نماز بیاری. در رابطه به این قضیه است که بعض کار است که او نمیشود مثلش آدم بیارد، فقط توبه و استغفار است. بلکه خدای مرا ببخش دیگه. کسی دروغ میگوید، تهمت میبندد، غیبت میکند، فقط توبه میکنه، استغفار میگوید. دو، از شأن هر مسلمان امیست که باید اعمال صالح را انجام بدهد، از منکرات و از نواهی خدا اجتناب بکند. ولی گاهی می شود اشتباه بکند، بعد فرصتی از این ندارد که اتیان به مثل بکند، فرصتش ندارد. مریض است دیگه نمیتونه قیام بکن نماز بخواند، مریض است روزه را خورده نمیتونه روزه را بگیرد. وقتی که از دنیا رحلت میکنه در رابطه به مالش دو حالت می شود. یک حالتشی است که این نفر وصیت بکند برای ورثه‌اش که در حیات نتانستم نماز خدا پورا بکنم، قضایش بیارم، نتانستم روزه خدا بگیرم، نتانستم کفاره قسمهای خدا بتم، بناهن شما مکلفیت دارین سوم حصه مال مرا ایرا در ادای امی کفارات ما او را بتیم. اینی وصیت که شد بر ورثه‌اش واجب است، لازم است که بعد از مرگ متوفا از امی سوم حصه مالش کفاراتش داده شود، از نمازش، از روزش، از حجش و قسمهایش. این کار را باید بکنه، این لازم است برگردنشان. بعد این را برای کی میتیم؟ انما الصدقات للفقراء. صدقه به کی داده میشه؟ برای فقرا داده میشود، برای پولدار خود داده نمیشود. انما الصدقات للفقراء. وقتی که برای فقیرا ایره ما میتیم و صدقات را با اونها داده شم، در حقیقت گردن ما از چیش خلاص میشود، از مکلفیتی که برگردن از این نفر بود. گپ دو، یک نفر وفات میکنه، در گردنش دین روزش هم است، از کفاراتش هم است، از قسمش هم است، وصیت هم نمی کند. با مجرده که چشمش پت می شود کل مال به ورثه تعلق می گیرد
و هیچ نوع حق در مالش نیست. پس این مردکه قرضدار نزد خدا می رود و وارثیش هم مکلفیتی از این را نداره که از این مال میراث در کفارات و در قضای نماز و در قضای روزه و چیزایش بدهد. هیچ مکلفیت نداره. یعنی بچهش هست، دخترش هست، هر کسی هست. خب مرحله 2 آل فرزندش میخواه، فرزندش میخواه، برادرش میخواه، پدرش میخواه که بر متوفی رحم بکند و از مال میراثش کفاره همی نماز و دیت روزه و دیگه چیزایش ادا بکند. اگر این کار ورثه میکنه یک کار خیلی خوب میکند، منع در شریعت نیست و میتونه این کار بکنه، هیچ مشکلی، بلکه کار خوبی است. فرزندان صالح اما تو که قرض از مردم باید از طرف پدرش ادا کند، چقدر زیبا خواهد بود که قرضایی که از خدا به گردن از این میت است او را می فرزندا ادا بکنه. کار نیک است، کار خوب است. خب حالی سوال در اینجاست که اینوی کفاره را خب ما ادا میکنیم و کار خوب هست، این را به میشوی که ما در افغانستان مروج داریم امیر رقم ادایش بکنیم؟ امیر رای خوب است یا شیوه های معقول و صحیح دیگری وجود داره که ما این کار کرده میتونیم؟ من فقط میگم که یک کمک عاقلانه امیر بیاندیشین. جواب واضح در اختیار شما مفته که کار بسیار غلط است، غیر معقول است، سوء استفاده ها صورت میگیره، انسان ها بی‌ادب میشه، گستاخ میشه. شما میفهمین، ما میفهمیم که یک نفر رادیو در دستش است، گوش میکنه اعلانات فوتی را، امی کس بر خود ساخته، میرود در گرد اوجا میشینه، او را تیلک و غالمغال کو، بیادبی کو، به خاطری که دور پا برش داشته. باز که می پیسه را میگیره و میرود پشت کارش، غالمغال خودم میکنه. به تعبیر دیگه در هر خانه که مرده میشه این انسان های گستاخ خوش میشه که پیسه پیدا شد. و شیوه را میبینیم عجیب و غریب، گرد، غالمغال، هر کس گپ خود را داره. یکی طفل میاد، یکی زن میاد، یکی کلان میاد، یکی سفید میاد، او را تیلک، او را یعنی چی؟ ای خدا می رقم گفته؟ خدا گفته انما صدقات للفقراء. این صدقه را به فقرا بتین، به اهلش بتین، با ادب بتین، درست بتین، صحیح بتین. چیز دارد از به این رقم گستاخی ها، به این رقم اعلانات، به این رقم گرد ششتن. بنان ما با این مخالف هستیم و شریعت هم با همچه روش مخالف است. نه ایره عقل قبول میکنه، نه ایره دین قبول میکنه، اصلی گپ است، ولی در اصلش هیچ مشکلی نیست. این یک نکته که دقیق بگیریم. گپ سوم، اسقاط از میت که علمای احناف در مذهب ما اجازه از او را داده، به این شکل نداده که ما فعلا مروج داریم. سیستم مروجه‌ای که در افغانستان است به اتفاق علما صحیح نیست. و اگر شما پرسان بکنید که چرا علمای کار میکنه، من متاسف هستم. کتاب ما بر ما نگفته، درس ما به ما نگفته، ولی متاسفانه که چنین کار می شود. حتی بدتر از او می شود که اطفال یتیم وجود دارد، تصرف در حق از او کسی حق ندارد، بس مردم می مالش اسقاط کرده رو ایستن، از جان خودی کار میکنند. بنان اصل اسقاط ما مکلف باور داریم سرش، ولی شیوه باید صحیح شود، درست شود و از مالی که مشروع باشد باید داده شود، نه به شیوهی که ما فعلا در افغانستان داریم. تشکر.